به نام خدا. تو این مجموعه ویدیو که به صورت یه سری ویدیوهای دلی هم هست میخوام شروع کنم به ضبط کردن و یه جورایی به خاطر بازخورد تمام کانالایی که تا حالا یه جورایی باشون سر کار داشتم، گاهن ورود کردم خروج کردم و صحبت‌های بچه‌ها رو دیدم، دوست دارم یه سری مجموعه اطلاعات خیلی شسته رفته و سری و خیلی مختصر مفید اما مطمئنا اطلاعاتیه که عمرمو پاش گذاشتم. من میخوام شروع کنم اولین در واقع تریدینگ روم مجازی رو استارت بزنم و کسایی که علاقه دارن که واقعا لایف ترید ببینن، تریدینگ روم ببینن، نحوه ترید کردن ببینن یه تریدر چقدر یه جورایی زحمت میکشه، چقدر وقت صرف میکنه، چقدر سختی میکشه، چقدر چندین ساعت و پای مانیتورهاش میشینه و تمام مشکلات رو یکی یکی میخواد پشت سر بذاره رو تا حدی که واسم برسه و زمان بهم اجازه بده و انگیزه‌ای برام وجود داشته باشه اونو باتون شیر میکنم. اول از همه بگم که این اولین ویدیوه، پس سعی میکنم کلیاتی رو بگم که میخوام داخل این تریدینگ روم مجازی که قرار انجام بشه چیا باش سر کار داشته باشین. اول از همه من اومدم یه اکانت، همینطور که داخل تصویرم میبینید، اومدم یه اکانت پراب فاندینکس خریدم و چون میخواستم از صفر در واقع استارت این تریدینگ روم مجازی رو با یه اکانت بزنم، اکانت پراپی بزنم و همزمان با این اکانت های دیگه هم دارم که اونا هم با مدیریتشون رو انجام بدم، ولی میخواستم صفر رو شما ببینید و با هم استارت بزنیم تا انشالله این چالش های پراپ رو با هم بریم جلو. نحوه باز کردن چالش ها رو تا یه حدی نشونتون بدم. داخل اینی که ترید کردن و حداقل ترید کردن واقعی رو ببینین و حداقل تشخیص بدین که خیلی از مسائلی که تا الان دیدین و شنیدین و ادعایی که حالا تو اینترنت به وفور زیاد هست کذب محضه و مطمئنا داخل این اگه با من همراه باشین تا یه حدی به این موضوع واقف میشین. اول از همه این که من یه ایرانیم. یه مورد دیگه ای که بگم، من یوتیوبر نیستم. من تمام زندگیمو صرف ترید کردم، سالها نشستم و یه چی اولوش 4-5 هزار ساعت حالا وقت گذاشتم براش. پس خیلی شاید اون کیفیت ویدیوهایی که یوتیوبر انتظار دارین حداقل الان من نتونم برآورده کنم. من برای اینکه بتونم 4 تا مانیتوری رو که در واقع دسکتاپام من که باش ترید میکنم و پایش میکنم نیاز به یه نرم افزار دارم و شما هم همینطور. شما یا نیاز دارین که این نرم افزارتون تریدینگ ویو باشه و یا متا تریدر استفاده میکنین نسخه 4 یا 5. حالا بنا به دلایل اینها خیلی مفید نیستن. تریدینگ ویو عالیه ولی خب اکانت پولیشو حتما برای اینکه شما بتونین همزمان چند تا مانیتور رو پایش کنین بعد خریداری کنین. و متا تریدر 4 که در کل اصلا این قابلیت رو نداره که شما بخواین ستاپ های چند مانیتور رو روش پیاده کنین. حالا 5 متا تریدر 5 باز بهتره چون در واقع 4 تا میتونه آنداک بکنه و 4 تا رو میتونین مجزا رو مانیتوراتون بچینین. فقط یه مشکلی داره که هر بار متا رو میبندین و باز میکنین یه ساعتی دوباره وقتتون رو میگیره تا همه چی رو شسته رفته تو مانیتوراتون واچ لیست درست کنین. برای همین حالا بعد از تجربه خیلی زیادی من پیشنهاد میدم حتما اگر قراره با بیش از یک مانیتور کار بکنین حتما یک اکانت سی تریدر رایگان تهیه بکنین و اون اکانت سی تریدرتون رو به عنوان در واقع پلتفرم تحلیلتون بذارین، واسه اینکه مزیت‌های خیلی زیادی داره سی تریدر که هیچ کدوم از این مزیت‌ها رو متا تریدر بهتون نمیده. اول اینکه شما میتونین همزمان داخل چند تا سیستم مثلا داخل لپتاپتون، داخل دسکتاپتون اینها رو پایش بکنین و هر جایی که باز کردین تحلیلاتون رو براتون میاره بالا، چون یه جورای اکانتش شیر میشه. اکانتی که شما درست میکنین برای خودتون تو همه سیستما شیر میشه. من برم یک شهر دیگه فقط کافیه به من یک لپتاپ بدن،
اونو بیارم بالا، تمام تحلیل های من داخل اون شیر شده است و هم مثل اینکه تو خونم نشستم و اونجا شروع میکنم به کار کردن. و دومی که بسیار روونه اصلا از لحاظ روانی قابل مقایسه نیست با متاتریدر و قابلیت آلارم های خیلی قوی داره و قابلیت پایش چارت بسیار بالایی داره و در کل از نظر مزایا، حالا من اگر مورد پسند بود یک در واقع ویدیوی خیلی مختصر مفیدی از سی تریدر براتون میذارم که بفهمین این قابلیت هایی که داره اصلا با متا قابل مقایسه نیست. خب حالا من در واقع کاری که قرار من انجام بدم داخل این مجموعه ویدیوها، من اومدم یک اکانت از فاندد نکس گرفتم، میخوام بیارم بالا. خب این من یه اکانت پراپ $6000 گرفتم، تا هنوز هیچ تریدی روش انجام ندادم، پس خامه. یعنی امروز که در واقع تاریخش 27/1/2024 این اکانت من خامه و روز شنبه است، بازارم تعطیله و میخوام این اکانت رو با هم پراپا ببریم جلو، چالشاشو در واقع بتونیم پاس بکنیم. و مورد دیگه که خیلی نیازه بدونید، من پرایس اکشن کار میکنم، پس هیچ نیاز به هیچ اندیکاتوری ندارم. فقط دقت بکنین این چارت من در واقع این متا تریدره. خب حالا سی تریدر هم بعد نشونتون میدم داخل مانیتورهای دیگه‌مه. من یک در واقع اکسپرت مدیریت سرمایه استفاده میکنم که تنظیم بشم روی 0.5% و جایی که بخوام پر ریسک وارد بشم، این تنظیم برای من تبدیل میشه به 1%. حالا اینجا $100 ولی خب اینو بعد میکنم $60. یعنی من اگه بخوام همین الان اینم انجام بدم، خب پس من اگر بخوام خیلی پر ریسک وارد بشم $60 که میشه 1% اکانتم و حالت معمولی هم که در واقع با 0.5% مدیریت سرمایه وارد تریدان میشم. پس یه پلتفرم در واقع مدیریت سرمایه خیلی شیک دارم، یه ایرانی هم نوشتش، گلوری مانی منیجمنت، رایگان هم هست و عالی و کاربردیه. یعنی توی حالا من پوزیشن سایز کلکیولتور قبل از این استفاده میکردم که اونم رایگانه، ولی خب این به نظر من از اون خیلی بهتره چون جمع جورتره و کار کردن باش راحت تره، کمتر تو صفحه جا میگیره و کلا چیز شیک تریه و تمام نیازا هم برآورده میکنه. و یه در واقع لول ایندیکیتور داخل در واقع چارت هم میندازم که من بخوام سطور رو داخلش مشخص بکنم. در واقع این لول ایندیکیتوره که این لول دوتاشون هم یک اندیکاتور در واقع یه جورای پرایس اکشن ها خیلی میخوام باش سطور به کار ببرن و سطور رو استفاده بکنن. سطور از این اندیکاتور استفاده میکنم. فقط چیزی که هست برای اینکه این ویدیو طولانی نشه و من در واقع استارت رو خیلی شسته رفته بزنم و کسایی که دوست دارن از الان ویدیوهای من رو دنبال بکنن، من اکانت هیستوریمو سعی میکنم روزانه یا 2 روز در میان، حالا بستگی داره که چقدر انرژی داشته باشم، میذارم و در واقع نقاط ورود و خروجمو روی چارت نمایش میدم و رشد کردن و یا افت کردن اکانتمو باتون شیر میکنم. من روزانه تقریبا 4-5 ساعت پای مانیتورام هستم، 1-2 ساعت هم پای لپتاپم هستم، یعنی مجموع 5-6 ساعت وقت میذارم. حالا انشالله اگر آخر شب وقت بشه اینو با هم رشد بدیم. مطمئنا اگر برم جلو، حالا ببینم مفیده و استقبال میشه، شاید به صورت لایف تریدر رو به صورت استریم هم گذاشتیم. تا ویدیو آینده فعلا خدا یار و نگهدارتون باشه. اون نرم افزارهای سی تریدر و در واقع مدیریت سرمایه و این اندیکاتور لول ایندیکیتور هم من داخل کپشن به صورت کامل سعی میکنم اسم و نحوه اشتراک گذاریش رو بنویسم، هرچند که داخل اینترنت با یه سرچ ساده همه اینا به دست میاد.